محترم رئیس، محترم وکیلان گرامی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، احتراماً به سهم شما رسانیده می شود که در پیشبرد پروکوراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی نسبت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عثمانزاده سعیدجعفر عثمان و دیگران با ماده 306 قسم 2 بند و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که کردار جنایتی را برای با زورآوری غصب نمودن حاکمیت مقرر می‌نماید مورد تفتیش پیشگی قرار دارد. تفتیشات معین نمود که عثمانزاده ماه سپتامبر سال 2021 طریق علاقه مبیلی با معاون راهبر تشکیلات اکستریمیستی تروریستی پیمان ملی تاجیکستان شراف‌الدین گدایف هم صحبت شده اوید با غصب حکومت دولتی در جمهوری تاجیکستان مسئولیت پیشگی نموده است. گدایف وعده داده است که برای عملی نمودن این مقصد راهبر تشکیلات تروریستی اکستریمیستی پیمان ملی تاجیکستان و حزب نهضت اسلام کبیر محیدین با کمک‌های پولی رسانیده زیاده از 3000 جنگاوران تشکیلات اکستریمیستی تروریستی انصارالله را از خارج کشور به جمهوری تاجیکستان تأمین می‌نماید. عثمانزاده جهت عملی نمودن نقشه جنایتکارانه خود در داخل کشور و بیرون از آن طرفداران خود را از طبقه‌های گوناگون جامعه جلب کرده گروه‌ها را تشکیل نموده هر کدام آنها را برای اجرای کارهای معین وظیفه‌دار نموده است. طبق نقشه پیشکی طرحریزی شده آنها می‌خواستند در کوتاه‌ترین مهلت در چند گوشه و کنارهای مملکت وضع جمعیتی سیاسی را ناآرام ساخته با راه غصب بناهای مقامات حفظ حقوق و ساختارهای حربی سلاح و اسلحه تصرف نموده حکومت دولتی را در مملکت زورا سرنگون نمایند. عثمانزاده برای صادر نمودن این جنایت از نماینده یکی از دولت‌های خارجی برای جلب شخصان با نفوذ و تشکیل نمودن گردی همایی‌ها 10 میلیون دلار خواهش نموده است. 12 میلیون سال 2024 نسبت عثمانزاده و دیگران پرونده جنایتی آغاز کرده شده نام برده همچون گمانبر دستگیر کرده شد. گناه عثمانزاده با موادهای پرونده جنایتی از جمله نشانداد خود اقراری یعنی با گناه خود پورا اقرار بودن، ثبت نوار و گفتگوها، نشانداد شاهدان و دیگر دلایل بی‌بحث پورا تصدیق خود را یافته است. محترم وکیلان، عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بوده مقام وکیلیش تا سال 2025 اعتبار دارد. طبق قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای به جوابگری جنایتی کشیدن و تطبیق نمودن چاره پیشگیری در نمودی در حبس نگاه داشتن نسبت او همچون وکیل رازیگی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ضرور است. از این رو احترامانه از شما خواهش کرده می شود که اوید این مسئله رازیگی داده شود.